بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز از ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت. در خدمت شما هستیم با زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و فولاد نوین اهواز از مرحله رفت پلی آف لیگ دست دوم فوتبال باشگاه کشور. دیداری که تا دقایق دیگر با سوت پیام حیدری آغاز خواهد شد. باران شدیدی هم در ورزشگاه در حال باریدن هست. تصاویر هواداران تیم داماش رو یه لحظه دیدید که در این هوای بارانی دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. هواداره خونگرم تیم داماش گیلان و منتظر هستیم تا آقای پیام حیدری در سود خودش بدمه. فرشاد پیوس رو میبینی در کنار زمین در زیر داماش دارن تور رو تنظیم میکنن و منتظر هستن تا این تور درست بشه. حالا با سوت آقای حیدری باز میشه و دیگه میکنه دروازه و اونجا رو درست کنن. دو تیم رو خدمت شما عرض کنم. برای تیم داماش گیلان میلاد پورقلی با شماره 23 بازی میکنه. سعید طالبی، سیامک علیزاده، میاد یزدانی، محمد رستمی، علیرضا امیرخانی، سید علی یحیی‌زاده، حسین خیری، پژمان نجات، علیرضا مصطفی و محمد سجاد قلی بیگی. این دروازه‌بان تیم داماش میلاد پورقلی است. توپ رو میفرسته به زمین تیم فولادی ها. حالا به سمت راست میارن فولادی ها و توپی که برگشت میدن مدافعان تیم داماش و توپی که حالا به بیرون میره. سرمربیگری تیم داماش بر عهده فرشاد پیوس هست و سید حسین علوی هم مدیر این تیم. اما برای تیم فولاد نوین اهواز میلاد جعفری درون دروازه ایستاده. مهرداد پور ابوالقاسم، فرید محمدیان، ایوب راهبر، یوسف یاسر گودرزی، امیر علیدادی، محمد مدملیسی، یوسف کیشمس، محمد جایمند، فرید امیری و علی اسلامیان. 11 بازیکن تیم حسن هوری که در تیم فولاد نوین اهواز بازی میکنن به زمین مسابقه اومدن. این میلاد جعفری است، دروازه‌بان تیم فولاد نوین اهواز. فولادی ها اصلا به این زمین عادت ندارن و این هوای بارانی. سعید آل بوعشیره هم مدیر تیم نوین اهواز هست. یه لحظه دیدید فرشاد پیوس رو در زیر باران ایستاده تا مأموریت خودش در تیم داماش رو به پایان برسونه. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم فولاد نوین اهواز داخل محوطه جریمه میشن. کمی عقب‌تر مهرداد پور ابوالقاسم میزنه توپش رو و برگشت میدن مدافعان تیم داماش. باز هم حالا از سمت چپ بازیکن تیم داماش گیلان هستن صاحب توپ که میاد یزدانی موفق نیست و توپش رو حالا به بیرون میزنه. میلاد جعفری دروازه‌بان تیم فولاد نوین اهواز پرتاب اوت رو انجام خواهند داد بازیکن تیم داماش گیلان. علیرضا مصطفی میاد این کار انجام بده. چه بارونی داره میباره تو ورزشگاه سردار جنگل، دیگه بهتر از این نمیشد و همه چیز دست به دست هم داده تا ما شاهد بازی خوب و تماشاگر پسند تیم داماش و فولاد نوین باشیم. و توپی که به بیرون میزنه سعید طالبی. این سید علی یحیی‌زاده است. این هم چهره حسن هوری.
دروازه‌بان نچندان دور فوتبال کشورمون. این صحنه رو ببینید، موقعی که برای داماش پیش اومد، ضربه سری که زد سعید طالبی و به بیرون رفت. میلاد جعفری یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن داخل محوطه جریمه و توپی که باز هم به بیرون میره. این بار محمد سجاد قلی بیگی توپش رو به بیرون زد. تو این بارون هواداره تیم داماش روی سکوها نشستن و دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. این هواداره خونگرم تیم داماش هستن که میبینید در این بارش شدید باران هم تیم خودشون رو تنها نذاشتن. واقعا باید قدر این هوادار رو دونست. هواداری که جز تیم خودشون به تیم دیگه ای فکر نمی کنه و اصلا براشون مهم نیست در فوتبال پایتخت چه نتیجه رقم خورد، چه پرسپولیس چه استقلال، فقط میان و تیم خودشون رو تشویق میکنن. هواداره تیم داماش گیلان، از این هوادارا ما تو استان گیلان کم نداریم و دیگر تیم های ما هم این گونه هستن. پرچم ما برمیگردیم رو هم رهبری باشگاه داماش اونجا زده و انتظار صعود به لیگ یک رو دارن. پیام حیدری سوت دربی صدام رو زده بود و الان در این ورزشگاه داره دیدار تیم داماش گیلان با فولاد نوین رو هم قضاوت میکنه. بازی از حساسیت بالایی برخوردار هست و این داور رو فرستادن برای این دیدار. توپ رو بازیکن تیم داماش میزنن. علیرضا امیرخانی به چپ میاره. دوباره در میانه میدان محمد رستمی رو به عقب، سیامک علیزاده به راست، دوباره از سمت راست بازیکن تیم داماش و توپی که مدافعان تیم فولاد نوین اهواز برمیگردونن و حالا به بیرون میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. این چهره محمد مدملیسی است، بازیکن تیم فولاد اهواز، بازیکن با تجربه این تیم که امروز حسن هوری او رو در ترکیب قرار داده. یه جورایی همیشه تو این چند سال اخیر سرنوشت داماش تو پلی آف رقم خورده و کلا همه بازیاشون به پلی آف کشیده شده تیم داماش گیلان و امیدواریم که این بار هم بتونن خودی نشون بدن و خودشون رو به لیگ دست اول بیارن. توپ دوباره بیرون میره و پرتاب برای داماش گیلان خواهد بود. بازیکن تیم داماش صاحب توپ، پرتاب رو انجام خواهند داد، یه دورخیز و پرتابی که حالا انجام میشه داخل محوطه جریمه. بازیکن تیم داماش برمیگردونن. حالا فولاد نوین اهواز در یک ضد حمله صاحب توپ میشه. باید ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن. به راست میارن یوسف کیشمس، به میانه های میدان محمد جایمن و توپش رو میگیرن بازیکن تیم داماش. حالا یزدانی و اعلام خطا میشه روی میاد یزدانی. صحبت میکنه محمد رستمی با پیام حیدری. کمک داور اول این دار هم فرهادپور هست، کمک دوم هم وحید سیفی و امید جمشیدی هم داور چهارم. مهدی ناصری هم عرض کردم خدمتتون نماینده فدراسیون هست. ابوطالب طاهریان هم ناظر داوری و هادی حاجی عباسی هم هماهنگ کننده هیئت فوتبال. مسئول رسانه هم که علیرضا وهابی است. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم فولاد نوین اهواز توپ رو برگشت میدن. دروازه‌بان میلاد پرقلی به چپ میاره توپ رو.
حالا میاد به دنبال توپ هست، خود میاد یزدانی بازیکن تاثیرگذار تیم داماش گیلان. میاد یزدانی یه توپ عالی رو میکاره برای پژمان نجات که توپ به پژمان نرسید. حالا توپ به بیرون رفته و باید پرتاب رو انجام بدن بازیکن تیم داماش. پژمان نجات توپ رو خواهد زد. شاهد رعد برق هم هستیم در ورزشگاه و دوباری قبل از شروع مسابقه برق استادیوم به همین دلیل قطع شد. حالا امیدواریم که در طی این 90 دقیقه برقی قطع نشه تا ما بتونیم به صورت زنده و مستقیم تا پایان این بازی رو برای شما بینندگان عزیز پخش کنیم. پژمان نجات پشت توپ ایستاده و باید پرتاب رو انجام بده. خود پژمان داخل محوطه جریمه باز هم برمیگردن مدافعان تیم فولاد نوین اهواز. توپی که از سمت راست حالا به بیرون میره. دوباره پرتاب دوباره برای داماش. فرشاد پیوس خودش میاد توپ رو برمیداره و پژمان میده. پژمان هم اجازه میده تا این کار رو علیرضا امیرخانی انجام بده. یک بار دیگه توپ به بیرون رفته. توپ به بیرون رفته و حالا بازیکن تیم فولاد نوین اهواز باید پرتاب رو انجام بدن. یارو شماره 2 مهرداد پور ابوالقاسم هست که صاحب توپ هست. خود مهرداد توپ رو میزنه در زمین تیم فولاد نوین. حالا بازیکن تیم داماش هستن که صاحب توپ میشن. یک بار دیگه پژمان نجات رو به عقب برای علیرضا امیرخانی. امیرخانی به چپ برای سیامک به راست میاره بازی رو. حالا از اون سمت طالبی و توپی که در اختیار میگیره میلاد جعفری. بازیکن تیم داماش خیلی در این بازی انگیزه دارن که در همین رشت کار رو به اتمام برسونن. میدونید که این بازی یه بازی برگشت هم داره و باید در پنجشنبه هفته بعد در اهواز انجام بشه. برنده این دو دیدار به لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور صعود خواهند کرد. داماش بعد از انتصاب فرشاد پیوس به عنوان سرمربی این تیم در 6 بازی خودش 5 برد را داشته، 1 تساوی و تنها 1 گل خورده. آمار خوبی است برای فرشاد پیوسی که در تیم داماش حضور داره. قبل از ایشون هم نباید از زحمات اکبر میساقیان هم گذشت و قطعاً صعود امروز داماش به همین مرحله رو باید مرهون زحمات اکبر میساقیان هم بدونیم. ایشون از اول رقابت‌های لیگ دسته دوم با داماش بود و بعد از جدایی ایشون فرشاد پیوس اومد و تا اینجای کار تیم رو به پلی آف رسونده و این هم پرچم تیفوسی های داماش. عرض کردم که از تماشاگرای فقط داماشی استان گیلان هستن، یعنی به غیر از این تیم براشون مهم نیست که در تیم های دیگر چه اتفاقی رخ میده و مثل ملوان، مثل سپیدرود که فقط تیم خودشون رو تشویق میکنن میان و همراه تیم خودشون هستن تا تیمشون در بازی هاشون موفق باشه. یک بار دیگه سعید طالبی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه و توپی که نرسید به سر علیرضا امیرخانی و به بیرون رفت. یه هم چهره امیرخانی است، کمی عقب‌تر حسین خیری. حسین هم بازیکن خوبی است و در تیم داماش میتونن امروز تاثیرگذار باشن. ببینید یک بار دیگه این صحنه رو که همکارانمون به نمایش میذارن. از سمت راست طالبی توپی رو فرستاد و در حال نشد که ببینید در بازی های بعدی که حالا یه بازی افتاده مشکل خاصی نداشته باشه. آیه پیام حیدری
درخواست میاد تا کادر پزشکی به زمین بیاد. سیدعلی یحیی‌زاده است که روی زمین افتاده. از بازیکنان خوب و مطرح استان گیلان در مورد هواداره تیم از تیم چوکای این دو تیم هم طرفدار سقوط کرد برده. از بازیکنان خوب و مطرح استان گیلان در مورد هواداره فوتبال که گفتیم از تیم چوکای تالش و شهرداری آستارا هم نباید غافل باشیم که این دو تیم هم طرفدار خاص خودشون رو دارن. متاسفانه چوکای تالش سقوط کرد به رقابت‌های لیگ دسته دوم و شهرداری آستارا تونست خودش رو حفظ کنه در رقابت‌های لیگ دسته اول. اگه داماش بیاد بالا میتونه جایگزین تیم چوکا بشه در لیگ یک و به هر حال ما سهمیه خودمون در لیگ یک رو داشته باشیم که دو تیم هست در لیگ دسته اول و حالا چوکا رو امسال در لیگ دسته دوم خواهیم داشت. همین فرشاد پیوست در تیم چوکا حضور داشت و تونست این تیم رو هم به رقابت لیگ یک بیاره. فرشاد پیوست جز ملوان سرمربی همه تیم‌های گیلانی بوده. داماش، سپیدرود، چوکا، شهرداری آستارا واقعا هم در این تیم‌ها موفق بوده فرشاد پیوست و امیدواریم که این دفعه هم به تیم داماش گیلان رو مثل سپیدرود و شهرداری آستارا و چوکای تالش موفق نگه داره در رقابت‌های لیگ دو. سیامک علیزاده کوتاه کار میکنن بازیکن تیم داماش. سیامک پشت توپ هواداری تیم داماش از تیم خودشون گل میخوان و یک صدا تشویق میکنن تیم خودشون رو. باید ببینیم که آیا داماش با تماشاگر خودش رو به آرزوی خودشون خواهند رسون یا که خیر. پرتاب رو محمد مدملیسی انجام میده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپ رو برگشت میدن. فولادیا صاحب توپ و توپی که به بیرون میره. توپ رو یه لحظه حسن هوری نگه میداره. پیام حیدری رو میبینید صحبت میکنه با مرداد پور ابوالقاسم. پرتاب رو حالا انجام میده علیرضا امیرخانی. سیامک علیزاده به چپ میاره توپ رو. پشمان نجات، خود نجات صاحب توپ هست رو به عقب. میاد یزدانی است که صاحب توپ هست. خود میاد برای محمد رستمی. محمد برای طالبی به راست میاره توپ رو. البته توپ به طالبی نرسید و توپ رو یه لحظه حسین خیری زد. حالا خود خیری میاد پرتاب میکنه. این بار به طالبی میرسه توپ. خود سعید طالبی و توپشو برگشت میده ایوب راهبر. خیری میاد تا پرتاب رو انجام بده. حالا خیری این کار رو انجام میده. توپش میاد داخل محوطه جریمه و بازیکن تیم فولاد نوین برگشت میدن. بلافاصله امیر علی دادی توپ رو بر میداره که یه ضد حمله رو شکل بده. یوسف کیشمس به راست میاره و اونجا میاد یزدانی است که توپ رو برگشت میده. خود میاد روی زمین افتاد و داور خطایی اعلام نکرد. میلاد پورقلی توپ رو میزنه محمد رستمی. محمد هم با ملوان سابقه صعود به لیگ برتر رو داره.
سال گذشته همین موقع ها بود که محمد رستمی تونست با ملوان به لیگ برتر صعود کنه. 18مین دقیقه از این دیدار را پشت سر میذاریم. 0-0 دو تیم مساوی هستند در بازی رفت پلی آف لیگ دوم فوتبال باشگاه کشور. پیام حیدری میخواد از نجات که از کمی عقب‌تر توپ رو بزنه. نجات این کار رو انجام میده. سیامک علیزاده، علیرضا امیرخانی، یک بار دیگه علیرضا مصطفایی و توپ مصطفایی رو به بیرون میزنن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. پرتاب برای داماش، بلافاصله پرتاب رو خود مصطفایی انجام میده. پژمان نجات داخل محوطه و توپی که برگشت میدن مدافعان تیم فولاد نوین اهواز. اجازه نمیده که توپ به بیرون بره. سیامک علیزاده، دوباره توپ میاد برای بازیکنان تیم داماش. یه ضربه که توپ رو پای میاد یزدانی جفت جور نشد. حالا محمد رستمی، محمد سجاد قلی بیگی به راست، طالبی، خیری داخل محوطه جریمه. یه ضربه سر که توپ در اختیار میلاد جعفری قرار میگیره. این چهره توپ رو جمع میکنه میلاد و خودش باید بازی رو آغاز کنه. تنها 3 سال بعد از استرداد امتیاز لیگ یکی تیم داماش، ققنوس فوتبال ایران در حال بازگشت خورد. آیا دوباره ما تیم داماش گیلان در لیگ یک خواهیم دید یا نتیجه دیگری به دست خواهد اومد؟ یک بار دیگه توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم داماش. تالی به چپ برای نجات، نمیرسه توپ به نجات، در میانه را ارتباط قطع میکنن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. حالا خود نجات میاد توپ رو در اختیار میگیره و به بازیکن هم تیم خودش میده. میاد یزدانی از سمت چپ، دوباره نجات رو صاحب توپ میکنه. خود نجات یه سانت که توپش به بیرون میره. هواداری تیم داماش خیلی خوب میدونن که چه بلایی سر این تیم اومد و چگونه امتیاز این تیم رو گرفتن و به خیبر دادن. مسیر احیای داماش هم از 2 سال پیش در لیگ 3 شروع شد و حالا در حال رقم زدن 3مین صعود متوالی خودشون و صعود به لیگ 1 فوتبال کشور هستن. هر سال تونستن خودشون رو به لیگ بالاتر برسونن. اگه امسال هم به لیگ 1 بیان، یه رکورد خوبی رو از خودشون به جا گذاشتن داماشی ها. از لیگ 3 به لیگ دسته دوم اومدن و حالا از لیگ دسته دوم باید به لیگ دسته اول بیان. زحمات زیادی برای این تیم کشیده شده تا اینجای کار. توپ رو حالا بازیکن تیم فولاد نوین اهواز در اختیار دارن. محمد مدملیسی، یه لحظه سجاد قلی بیگی روی توپ تاثیر گذاشت و خطایم روی سجاد انجام شد. پیام حیدری بلافاصله دستور خودش دمید و اعلام خطا کرد. طالبی هم بلافاصله توپ رو شروع کرد و حالا توپ در اختیار بازیکن تیم فولاد نوین هست. توپ رو به راست میارن. پور ابوالقاسم به توپ نرسید و توپ رو علیرضا امیرخانی، این چهره، فرستاد با ضربه‌ای که خورد به پای بازیکن تیم فولاد نوین اهواز و خود امیرخانی پرتاب را انجام میده برای علیزاده. از اون شدت بارش باران یه خورده کم شد در ورزشگاه سردار جنگل و حالا بعد از گذشته 22 دقیقه کمی بارش و باران کمتر شده در ورزشگاه. خیلی هم تأثیر داشت در بازی دو تیم. فولادی ها که اصلا عادت ندارن به همچین زمینی و همچین بارش بارانی، اما خب داماشی ها در همین باران تمرین کردن و در زمستان هم با همین بارندگی
لیگ دست دوم رو پشت سر گذاشتن. حسین خیری بازیکن تیم داماش گیلان حالا صاحب توپ میشن پشت محوطه جریمه، توپی که نرسید به علیرضا مصطفایی و به بیرون رفت. فرشاد پیوس خیلی دوست داره سریعتر تیمش به گل برسه. مصطفایی رو به عقب، امیرخانی برای سیامک علیزاده، دوباره علیرضا مصطفایی، خود مصطفایی، دو سه بازیکن رو احاطه کردن و توپ حالا به بیرون میره. داور میگه که به پای بازیکن داماش خورده. خورده سخت بود تشخیص دادنش و حالا کمک داور اعلام میکنه این توپ به نفع فولادی ها به بیرون رفته. بله این صحنه رو همکارمون به نمایش گذاشتن و شما بینندگان عزیز هم دیدید. پرتاب رو حالا انجام میدن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. داور پرچم زده و اعلام خطا کرده. علی اسلامیان رو دیدید و یوسف کیشمس. یوسف با 13 گلی که برای فولادی ها زده بهترین گلزن فولادی ها در این فصل و بعد از اون هم محمد جایمند با 5 گل در تیم فولاد بهترین گلزن این تیم هست. حسن حوری رو در کنار زمین میبینید. حالا محمد مدملیسی، خود مدملیسی ضربه رو میزنه داخل محوطه جریمه و توپی که باز هم برگشت پیدا میکنه. این بار داور یه آوانتاژ رو هم میده. باید ببینیم بازیکن تیم داماش از این توپ چگونه استفاده میکنن. کماکان فرصت هست و در سمت راست زمین که توپ به بیرون میره. یه لحظه میاد اومد فرار کنه اما موفق نبود. یه لحظه توپ رو که زد علیرضا امیرخانی سرش اومد پایین و به پای که بازیکن تیم فولاد نوین اهواز برخورد کرد اما داور آوانتاژ داد و بلافاصله بازی از سر گرفته شد. سیستم فولاد هم انگار 7-2-1 هست، یعنی عملا فقط دفاع و گل نخوردن. به هر حال 6-7 نفری دفاع میکنن. حالا یه نفر هم هست اونجا یه حمله رو انجام میده در یعنی ضد حملات داماش و توپ رو در اختیار میگیره و به سمت دروازه تیم داماش یورش میبرن. به هر حال اومدن تا اینجا امتیاز ندن و در زمین خودشون امتیاز بگیرن. بهتر میدونید بازی‌های رفت و برگشت این گونه است که در خانه حریف نباید امتیاز داد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان پژمان نجات، توپ اینوار میرسه به میاد یزدانی. خود میاد کنترل توپ قشنگ از میاد و برگشت توپ باز هم از مدافعان تیم فولاد نوین اهواز. دوباره به چپ میارن، آفساید هم نیست. پژمان نجات صاحب توپ است. خود نجات داخل محوطه جریمه و باز هم با ضربه سر توپ رو دور میکنن مدافعان تیم فولاد نوین اهواز و توپی که حالا به بیرون میره و پرتاب از کنار دروازه میلاد جعفری باید بازی آغاز بشه. داماش داره قدرتمندترین خط دفاعی لیگ دست دو هست در هم گروه اول و هم گروه ب. اینجا میبینید توپی که طالبی بلند شد و به بیرون رفت و حالا جعفری است که باید بازی رو آغاز کنه. داماشی ها در 26 بازی که انجام دادن فقط 11 گل خوردن و 15 کلین شیت داشتن و آمار خوبی است برای تیم داماش گیلان. این نشون میده که جایگاه داماش حضور در لیگ دو نیست و باید این تیم به لیگ های بالاتر بیاد. مثالی که این تیم رو
ما در لیگ برتر داشتیم. یک بار دیگه پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم داماش گیلان صاحب توپ. یه توپی که حالا میرسه به سعید طالبی، اما قبلش توپ بیرون رفته و پرچم کمک داور بالا میره. استان خوزستان هم مثل گیلان لیگ داخلی بسیار قوی داره و یه بخشی از بازیکن فولاد نوین هم محصول لیگ استانی اونا هستن و این لیگ های استانی خیلی کمک میکنه به فوتبال کشورمون و شناسایی استعدادهای فوتبال در کشور. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش گیلان، توپ نرسید سیدعلی یحیی زاده و توپ رو جمع کرد میلاد جعفری. بیست و نه دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی هستن دو تیم. دوباره بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. چپ میاد یزدانی، باز هم برگشت توپ. باران دیگه قطع شده در ورزشگاه. یه بار دیگه داماشی ها پشت محوطه جریمه. یه لحظه سیدعلی روی زمین افتاد و کماکان معترض هست سیدعلی یحیی زاده. حالا بازیکن تیم فولاد نوین اهواز، عرض کردم خدمتتون دو بازیکنی که در خط حمله میان و سریع ضد حمله رو آغاز میکنن. فرید امیری، خود امیری حالا به زورم که شده توپ رو ازش میگیرم. بازیکن تیم داماش پیام حیدری میره صحبت میکنه با فرید امیری. به هر حال فرید امیری بازیکن تیم فولاد نوین برادر وحید امیری است، بازیکن تیم پرسپولیس. این بازیکن نیم فصل اول از سپیدرود بود و حالا نیم فصل دوم اومده به فولاد نوین اهواز. در همین تیم سپیدرود خودمون حضور داشت در گیلان. یه بار دیگه توپ رو میزنم بازیکنان فولاد نوین اهواز. مهرداد پور ابوالقاسم در خط حمله این تیم. امیر علی دادی که توپ رو میزنه اما قبلش پرچم کمک داور بالا رفته به نشانه آفساید. یک بار دیگه طالبی، پژمان نجات از سمت چپ، خود نجات سانتر میکنه داخل محوطه جریمه. سیدعلی یحیی زاده به توپ نرسید و باز هم برگشت میدن توپ رو بازیکنان تیم فولاد نوین اهواز. حالا در خط حمله این بار یوسف کیشمس، خود کیشمس و از کنار دروازه میلاد پورقلی توپ به بیرون رفت. خطرناک بود این ضربه. ببینید اینجا زد کیشمس و خوب شد که نخواست توپ رو جمع کنه پورقلی و توپ رو به کورنر فرستاد. عرض کردم خدمت شما که بهترین گلزن تیم فولاد نوین همین یوسف کیشمس هست. یک بار دیگه بازیکنان فولاد نوین اهواز حالا میان ضربه کورنر رو بزنن. این کار رو انجام میدن کوتاه سیامک علیزاده و باز هم توپ به کورنر میره. دوباره کورنر رو خواهند زد بازیکنان تیم فولاد نوین اهواز. یا بازیکن تیم داماش روی زمین افتاده. ببینید اون ضربی که تا بال زده شد. سیامک علیزاده هر جور که بود توپ رو به بیرون زدن. ضربه کورنر رو دوباره میزنن داخل محوطه جریمه. این بار مشت میکنه پورقلی و کمی توپ رو دور میکنه. محمد مدملیسی به چپ میبره توپ رو. باز هم امیری، خود امیری، مدملیسی ساند میکنه اما توپ رو در میانه راه به بازیکن تیم داماش میزنن و حالا یه شوت که
توپ بیرون میره. اونایی که دارن بازی رو تو سایر استانها میبینن شاید تصور کنن که این یه بازی لیگ برتری هست، اما نه، اینجا رشت لیگ 2. این تماشاگر پردعداد هم که میبینید و پرشور هواداری خودشون رو تشویق میکنن، هواداری لیگ 2 داماش گیلان هستن. میلاد پورقلی احساس درد میکنه و روی زمین هست. تو لیگ برترش هم ما اینقدر تماشاگر نداریم انصافا. در لیگ برتر اینقدر تماشاگر برای خیلی از بازی‌ها نمیاد. حالا داور میخواد از کادر پزشکی که بیاد بالا سر بازیکن تیم داماش. فرشاد پیوست رو میبینید اینجا، یه نمای زیبا، توپی که زد میاد یزدانی و میبینید نماهایی از بازی که در زیر باران داشت برگزار میشد و تصاویر حساسی که به نمایش میزنن همکارانمون. فرشاد پیوست در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکنای خودش. حسن هوری در کنار زمین آبی مینوشه و اون هم با بازیکن خودش صحبت میکنه. یک سوم از زبان بازی گذشت. این نتیجه فقط به سود فولاد نوین اهواز هست تا اینجای کار. 35مین دقیقه از این دیدار. داماش گیلان 0 فولاد نوین اهواز 0. این هم جایگاه خبرنگاران و جایگاه ویژه هست. عزیزانی که اونجا حضور داشتن، کودکان و نوجوانان علاقمند به فوتبال هم که میان به ورزشگاه و همین نوجوانان و جوانان هستن که آینده این فوتبال رو خواهند ساخت. بازیکن‌های پایه‌های تیم داماش گیلان. میلاد پورقلی حالا به بازی برمیگرده. یک بار دیگه بازیکن فولاد نوین یه لحظه توپ رو برگشت میدن بازیکن تیم داماش و توپی که حالا به بیرون میره. سعید طالبی توپ رو میذاره تا حسین خیری بزنه. خود خیری، مهدی خیری کمی عقب‌تر توپ رو خواهد زد. خیری میزنه توپ رو داخل محوطه جریمه. حالا توپ رو برگشت میدن دوباره بازیکن تیم فولاد نوین. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشتن بازیکن تیم داماش که حالا موفق نیست. علیرضا امیرخانی داره خطا میشه. برای افتتاح ورزشگاه شهید عضوی شهر رشت فردا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به گیلان میاد. ای کاش امروز اینجا بود و این هوادارا رو میدید و کمی هم بیشتر به فکر فوتبال گیلان و تیم‌های پرطرفدار ما میشد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان از سمت چپ محمد سجاد قلی بیگی دوباره برای میاد یزدانی. خود میاد یه شوت و این بار هم توپ رو در اختیار میگیره میلاد جعفری. این چهره میاد یزدانی است. خوب زد ضربشو، اما دقیقاً جایی زد که میلاد جعفری توش حضور داشت. یک بار دیگه میلاد جعفری. این برای تیم داماش گیلان عرض کردم خدمت شما. واقعاً تو لیگ برتر ما این گونه تماشاگری که برای مسابقه لیگ 2 اومدن نیست. بازی‌های تیم مثل پیکان هوادار رو وقتی می‌بینیم با این بازی قابل قیاس نیست. هواداری که تو این بازی حضور دارن. یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین اهواز پشت محوطه جریمه. فرید امیری به چپ میاره. پور ابوالقاسم توپ رو به بیرون میزنه. پژمان نجات از داماش گیلان.
مهرداد پور ابوالقاسم پشت توپ، آماده پرتاب، این کار رو انجام میده، از همه عبور میکنه. یه لحظه رستمی رو توپ تاثیر گذاشت. حالا پشت محوطه جریمه یار شماره 39 علی اسلامیان که توپش به بیرون میره. یه مقایسه کنیم وضعیت آب و هوایی امروز با هفته بعد رو، ببینیم که داماش در بازی هفته آینده یه کار خیلی سختی رو داره. دیگه ببینید ضربی که زد علی اسلامیان و به بیرون رفت. الان هوای خوزستان بیش از 40 درجه است و حالا باید هفته بعد ببینیم وضعیت اونجا چه خواهد بود. این هوای لطیف و بهاری شهر باران رشت و مقایسش با هوای هفته آینده خوزستان. میلاد جعفری تو فرستاد، خیز میکنه این چهره میلاد جعفری، توپی که زده میشه و یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت علی یحیی زاده که موفق نبود به توپ برسه. باز هم بازیکن تیم فولاد نوین اهواز 40مین دقیقه از این دیدار و 0-0 مساوی. باز هم از سمت چپ دوباره دیگه سعید طالبی، این سمت باید میدید یه لحظه محمد رستمی رو که خطا روش انجام شد و پیام حیدری در سود خودش دمید. آرام قرار نداره در کنار زمین فرشاد پیوس، خیلی زحمت کشه برای این تیم. یه کارت زرد رو حالا دریافت میکنه امیر علی دادی به دلیلی که اجازه نداد بازیکن تیم داماش زود بازی رو شروع کنن. خیری محمد رستمی، محمد برای علیزا امیرخانی، توپ نرسید به پژمان. پور ابوالقاسم میاد تا پرتاب رو انجام بده. سایش رو میبینید در آبی که در کنار پیست 2 میدانی ورزشگاه جمع شده. نمای زیبا که کارگردانمون برای شما بینندگان عزیز تصویربردار خوبون به نمایش گذاشتن. سیامک علیزاده بازی رو شروع خواهد کرد. محمد رستمی یک بار دیگه علی اسلامیان توپ رو میگیره. حالا زده حمله برای فولاد نوین اهواز، یه شوت از همونجا میزنه امیر علی دادی که در اختیار میگیره میلاد برقلی. میلاد میخواد بازیکن تیم خودش که در خط حمله برن، بلافاصله بازی رو هم شروع میکنن. 5 دقیقه به پایان نیمه اول زمان باقی است. یه بار دیگه در میانه های میدان ثابت توپ هستن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. یار شماره 20 این تیم یوسف کیشمس برای علی اسلامیان. علی به راست میاره، مهرداد پور ابوالقاسم رو توپش تأثیر میذارن بازیکن تیم داماش و این میاده یزدانی است که خطا رو انجام داد. میاد یه دور کل تیم های گیلان رو چرخیده، ملوان بوده، سپیرود بوده، چوکا و حالا داماش گیلان. این میاد یزدانی است که این خطا رو انجام داد. یه سالم پیران استقلال تهران رو پوشیده بود میاد یزدانی، زمانی که آقای منصوریان سرمربی تیم استقلال بود. ریتم بازی در این دقایق از بازی ریتم کندیه، همون چیزی که تیم اهواز میخواد و داماشی ها باید یه خورده سرعت بدن به بازی خودشون اگه میخوان در همین رشت امتیاز لازم رو برای تیم خود بگیرن. پشت توپ بازیکنان فولاد نوین اهواز، یوسف کیشمس میزنه این توپ رو و از کنار دروازه داماش این توپ
به بیرون میره. میلاد پورقلی باید بازی رو آغاز کنه. خود پورقلی یک بار دیگه بازیکن تیم داماش رستمی به چپ میارن. دوباره پژمان نجات به توپ نرسید. پژمان و توپ بیرون رفت و پرتاب برای فولاد نوین اهواز. یک بار دیگه اون صحنه رو ببینید که توپ با اختلاف از کنار دروازه داماشی ها به بیرون رفت. توپی که زد یوسف کیشمس. پور ابوالقاسم پرتاب رو انجام میده. محمد رستمی توپ رو به بیرون زد. 43 دقیقه و 38 ثانیه. پور ابوالقاسم پرتاب رو حالا انجام میده. باز هم بازیکن تیم داماش که حالا توپ به بیرون میره. داماشی ها عرض کردم خدمت شما کلا تو سرنوشتشون تو پلی و اگه یادتون باشه زمانی که این تیم داماش گیلان موقعی که پگاه هم بود یه سال تو لیگ 1 به پلی آف رفت و اونجا تونست موفق باشه. حالا یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و میاد یزدانی که توپش به بیرون میره و به کورنر میفرستن توپ رو. حالا ضربه کورنر رو باید بزنن. کوتاه کار میکنه این بار طالبی با نجات. حالا محمد سجاد قلی بیگی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه و این توپ که باز هم به بیرون رفت. 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول. میبینید در تصویر داور چهارم میاد و نشون میده. آقای امید جمشیدی ببینید این صحنه رو. توپی که فرستاده شد، ضربه‌ای که زدن بازیکن تیم داماش و به بیرون رفت. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپ رو در اختیار دارن از سمت راست. ببینیم در این 4 دقیقه داماشی ها چه کار خواهند کرد. یک بار دیگه سفید پوشان فولاد نوین اهواز به راست میارن. علی اسلامیان توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان و باز هم بازیکن تیم داماش اعلام خطا میشه روشون و خطا روی محمد سجاد قلی بیگی گرفته میشه. بار دیگه داماشی ها اعلام خطا میشه این بار. بله خطا روی سیدعلی یحیی زاده گرفته میشه. خطای بعدی رو انجام داد روی سیدعلی یحیی زاده بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. سیدعلی حالا بلند میشه میاد در محوطه جریمه تا بتونه از ضربات سر خودش استفاده کنه. سیدعلی یحیی زاده یکی از بازیکن خوب تیم داماش. ضربه‌ای که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. فرصت برای داماش گیلان و چه توپی و توپ توی دروازه، اما قبلش خطا روی میلاد جعفری گرفته میشه. چه توپی بود، چه ضربه‌ای. کاش قبل از انجام خطا توپ توی دروازه میرفت. ببینید اینجا توپ فرستاده شد. ضربه سری که میزنن اینجا اومد دروازه‌بان توپ رو زد و زیرش خالی شد و روی زمین افتاد و اعلام خطا شد. هواداره تیم داماش گیلان بلند شدن و یک صدا فریاد گل و توپی که قبل از اینکه به گل بره ببینید صحنه رو که خطا شد. این هم یه نمای زیبا از تماشاگرایی که نور موبایل های خودشون رو روشن کردن.
هواداری که عرض کردم از ابتدای گزارشم که به ورزشگاه اومدن و دارن تیم محبوب خودشون یعنی داماش گیلان رو تشویق میکنن. حالا شما 90 دقیقه این تماشاگر رو میبینید، اما حدود یک ساعت نیم قبل از آغاز شروع بازی بود که در ورزشگاه حضور داشتن و از همون ابتدای حضورشون داشتن داماش گیلان رو تشویق میکردن و قطعا از جیرده تا خود شهر رشت برن باز هم تیم رو تشویق خواهند کرد. از روستای فلکته تا خود شهر رشت حدود 2-3 کیلومتر باید برن هوادار تیم داماش. قطعا تو موقع برگشت این عزیزان ماشینی وجود نداره چون حجم حضور این هوادارا زیاد هست و باید از قبل فکری میشد به حال این تماشاگرای عزیز که میان در ورزشگاه و تیم خودشون رو تشویق میکنن. حالا من تو اون ضربه‌ای که خطای گلر گرفته شد بیشتر شبیه خطای گلر به مهاجم بود. حالا صحنه آیسته رو باید همکارمون دوباره نشون بدن. کارشناسان داوری بهتر روش نظر خواهند داد. سعید طالبی توپ رو میزنه، طالبی به چپ میارن توپ رو، باز هم خود سعید طالبی. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق رشت هم نزدیک شدیم. از همه بندگان عزیز التماس دعا داریم. اینجا هم سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا در میاد. آقای پیام حیدری سوت پایان دیدار رو میزنه. استراحت کوتاه خواهیم کرد. با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. مراسم مردمی سال روز ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 17مین یادواره شهدا داماش گیلان و فولاد نوین اهواز از مرحله رفت پلی آف لیگ دست دوم فوتبال باشگاه کشور که در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت 0-0 دو تیم در نیمه اول مساوی شدن. نتیجه بیشتر به نفع تیم فولاد نوین اهواز شد و حالا در نیمه دوم 45 دقیقه فرصت داره داماش گیلان تا بتونه خودش رو و تیمش رو با امتیاز لازم از زمین مسابقه بیرون بیاره. از همینجا با سوت پیام حیدری بازی در نیمه دوم آغاز میشه. ترکیب دو تیم رو خدمت شما عرض کنم که در نیمه دوم هم بدون تغییر دو تیم دارن بازی میکنن. میلاد پرقلی در اون دروازه ایستاده برای تیم داماش گیلان، سعید طالبی، سیامک علیزاده، میاد یزدانی، محمد رستمی، علیرضا امیرخانی، سید علی یحیی‌زاده، حسین خیری، پژمان نجات، علیرضا مصطفی و محمد سجاد قلی بیگی 11 بازیکنی هستند که
فرشاد خان پیوس سرمربی تیم داماش گیلان به زمین مسابقه فرستاده و سید حسین علوی هم مدیر تیم هست. در تیم مقابل هم میلاد جعفر، داد پور ابوالقاسم، فرید محمدیان، ایوب راهبر، یاسر گودرزی، امیر علی دادی، محمد مدملیسی، یوسف کیشمس، محمد جایمند، فرید امیری و علی اسلامیان 11 بازیکنی هستند که حسن هوری سرمربی تیم فولاد نوین اهواز به زمین مسابقه فرستاده. سعید آلبو عشیره هم مدیر تیم فولاد نوین هست. داور این دیدار عرض کردم خدمت شما که پیام حیدری است. کمک داور اول این دیدار هم فرهاد پور هست. کمک دوم هم وحید سیفی و داور چهارم هم امید جمشیدی است. نماینده فدراسیون مهدی ناصحی است و ناظر داوری هم ابوطالب طاهریان. هماهنگ کننده هیئت فوتبال هم هادی حاجی عباسی است و آقای پورهادی هم نماینده هیئت فوتبال استان گیلان در این مسابقه به برگزار کنندگان این مسابقه کمک میکنه. بازیکن تیم داماش از سمت راست پژمان نجات، خود نجات داخل محوطه جریمه، فرصت و باز هم توپی که برگشت داده میشه برای بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. فولاد نوینی ها از سمت راست، توپ روی زمین میفته و اعلام خطا میشه. بلافاصله بازیکنان تیم فولاد داماش بازی رو آغاز میکنن و توپ در اختیار یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین محمد جایمند. حالا روی اعلام خطا میشه روی جایمند. کاپیتان سعید طالبی بود که این خطا رو انجام داد. امیر حسین فراهانی مسئول مسابقات لیگ دست دوم فوتبال کشور هم در ورزشگاه حضور داره و از نزدیک داره این دیدار رو میبینه. یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین توپی که به بیرون میره و پرتاب رو بلافاصله انجام میدن بازیکنان فولاد نوین. امیر علی دادی یک بار دیگه به چپ میارن و توپ به بیرون میره. پرتاب رو داماشی ها انجام خواهند داد. خیلی این کار انجام میده. یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین اهواز توپشون اجازه نمیده که بیرون بره. فرید محمدیان کاپیتان این تیم. حالا داور دستور خودش میدم و اعلام خطا میکنه. خطا رو محمد رستمی میزنه، به چپ میبره. باز هم از همون سمت چپ میرن حمله رو تدارک بینن بازیکن تیم داماش روی دروازه تیم فولاد نوین اهواز. کاپیتان طالبی داخل محوطه جریمه و گل برای داماش گیلان. داماش 1 فولاد نوین اهواز 0. چه گلی رو میزنه محمد سجاد قلیبیگی و این هم خوشحالی هواداران تیم داماش در آغازین دقایق بازی در نیمه دوم. دقیقه 49 این دیدار داماش پیش میفته و این هوادارای خونگرم تیم داماش هستن که خوشحال هستن و این هم چهره زننده گل. آرام و قرار ندارن در ورزشگاه هواداری تیم داماش. این هم حسن هوری است، سرش رو به نشانه تأسف تکون میده. ببینید این توپی که فرستاده شد و ضربه سری که زد محمد سجاد قلیبیگی و یک لحظه هواداره تیم داماش به هوا پریدن. این هواداره خونگرمی که مزد زحماتشون رو گرفتن تا اینجای کار تیم خودشون رو تشویق کردن و تیمشون به گل رسید. آرام و قرار ندارن. عرض کردم خدمت شما این هم یک نمای زیبا از هواداره‌ای که در ورزشگاه حضور دارن. محمد سجاد قلیبیگی خودش و تیم داماش رو پیش میندازه.
یک بار دیگه پیام حیدری در سود خودش میدمه و کار از سر گرفته میشه برای تیم فولاد نوین اهواز. تو به بیرون میره. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش گیلان سید علی یحیی زاده که اعلام خطا میشه. ببینید اینجا درو کرد پای سید علی یحیی زاده رو فرید محمدیان و اعلام خطا شد. تماشاگر تیم داماش انتظار دوم را تیمشون دارن. کاپیتان سعید طالبی پشت توپ، خیلی هم اونجا حضور داره و باید ببینیم چه کسی این ضربه رو خواهد زد. داور صحبت میکنه با بازیکن تیم فولاد نوین اهواز سید علی یحیی زاده. حالا خود طالبی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشتن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. باز هم فولادی ها صاحب توپ هستن، به چپ میارن توپ رو. برگشت توپ از زننده گل سجاد قلی بیگی. ببینید این ضربه رو و گلی که به ثمر رسید. اینم خوشحالی منحصر به فرد خود محمد سجاد قلی بیگی. از نماهای مختلف میبینید گل تیم داماش گیلان مقابل فولاد نوین اهواز رو. این هم فرشاد پیوسی که خوشحال هست در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت. فرشاد پیوس یه بار با کیوکا به لیگ یک صعود کرد، یه بار با سپید رود و ادامه ماجراجویی خودش رو در گیلان با تیم سوم خودش یعنی داماش گیلان داره تست میکنه و خیلی امیدوار است که سومین صعود خودش با تیم های گیلانی به لیگ یک رو تجربه کنه. فرشاد پیوس. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش سیامک علیزاده صاحب توپ هست. به چپ میبره سیامک. علیزا مصطفایی، خود مصطفایی توپ رو میزنه میرسه به یاسر گودرزی از تیم فولاد نوین اهواز. یاسر از راست توپ رو در اختیار میگیره میلاد قلی پور. حالا جمع میکنه توپ رو. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دمای شهر رشت حدود 24 درجه سانتیگراد بالای صفر هست و دمای اهواز 38 درجه است. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش که توپ رو در اختیار میگیره میلاد جعفری. گفته میشه دمای هوا در هفته آینده در جنوب کشور با افزایش همراه خواهد بود و قطعاً پنجشنبه هفته بعد داماش کار سختی رو در اهواز خواهد داشت. یک بار دیگه داماشی ها توپ رو در اختیار میگیرن. طالبی توپ رو ازش گرفت. ایوب راهبر. دوباره این بار بازیکن تیم فولاد نوین اهواز صاحب توپ هستن. محمد رستمی اجازه کار رو نمیده بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. محمد مدملیسی. حسن هوری ازش میخواد که توپ رو بیرون بزنه. این هم نمایی از حضور کادر فنی تیم کادر فنی و تماشاگر تیم فولاد نوین اهواز که در ورزشگاه حضور دارن. تعدادشون خیلی کم هست و تماشاگر تیم داماش که قابل قیاس نیست با اندک تماشاگری که از اهواز مهمان رشتی ها هستند. تیم فولاد نوین اهواز همون تیم بی باشگاه فولاد خوزستان هست. حداقل در رسانه ها اینگونه مطرح میکنن. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم فولاد نوین پشت محوطه جریمه و برگشت توپ از محمد سجاد قلی بیگی.
طبق مقررات جدید فدراسیون فوتبال باشگاه حرفه‌ای میتونن یه تیم ب هم داشته باشن. اتفاقی که توی گیلان برای باشگاه ملوان رقم خورده و تیم ملوان در لیگ دسته سوم ملوان ب هست. این هم چهره شایان مصلح رو یه لحظه دیدی در تصاویر که به ورزشگاه اومده و داره این بازی رو از نزدیک میبینه. شایانی که الان در تیم گلگهر سیرجان توپ میزنه، قبلا در پرسپولیس تهران و سپاهان بود. در حال بازی اونقدری مهم هست که در اقصا نقاط کشورمون دارن این بازی رو میبینن و یه لحظه چهره فرشاد پیروز رو دیدید. این هم تشویق منظم هوادارهای تیم داماش گیلان که کارگردان برنامه به تصویر میکشه. محمد مدملیسی از خطا روی بازیکن داماش گرفته میشه. فولادی ها صاحب توپ هستند. یک بار دیگه برگشت توپ از مدافعین تیم داماش. حالا یه خورده سرعت کار رو بیشتر کردن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز برعکس نیمه اول که تمایل زیادی به حمله نداشتن. یک بار دیگه حالا توپ برای بازیکن تیم داماش که اعلام آفساید میشه. یحیی زاده در تله آفساید فولادیا گیر میکنه و میبینیم این توپ رو که اینجا فرستاده شد و اعلام آفساید شد. ممنون از همکارمون که به خوبی این تصاویر رو برای شما بینندگان عزیز به نمایش میذارن. کمک اول این دیدار. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان یحیی زاده و قبلش اعلام خطا شده بود. توپ یحیی زاده وارد دروازه فولادی‌ها شد و قبلش اعلام خطا کرده بود. حالا داور میاد صحبتی میکنه با یحیی زاده که چرا بعد از اینکه توپ رو زد. این هم چهره کمک داور اول این دیدار هست فرهادپور که این صحنه رو اعلام آفساید کرد. زیاد به نظر نمیرسید، حالا باید کارشناسا داوری نظر بدن. میتونست موقعیت خوب برای داماش باشه، موقعیتی که چه عرض کنم شاید هم به گل دوم این دیدار میرسیدن داماشی ها. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ، آفساید هم نیست این بار. سعید طالبی صاحب توپ هست. خود طالبی یه بازیکن رو پور ابوالقاسم باشه جلوی خودش داره اما توپ به بیرون میره. پرتاب برای فولاد نوین اهواز. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان. حسن هوری هم در کنار زمین مشاهده میکنید. پرتاب رو بازیکنان تیم فولاد نوین باید انجام بدن. حسن هوری سالها سنگربان تیم نفت آبادان و فولاد خوزستان هم بود و فکر میکنم دیگه نیاز زیادی به معرفی نداشته باشه. سابقه یه قهرمانی با فولاد در سال 83 در کارنامه خودش داره که اون قدیمی های فوتبال رشت باید یادشون بیاد. جشن قهرمانی این تیم در رشت و در ورزشگاه عزودی برگزار شد در پایان دیدار با پگاه گیلان. در حال الان به عنوان سرمربی تیم فولاد نوین اهواز هست. آقای فرانچیش اون زمان سرمربی تیم فولاد خوزستان بود که این تیم رو اون سال قهرمان کرد. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش گیلان. سیدعلی یحیی زاده، فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و چه شوتی رو زد میاد یزدانی و دیرک دروازه
مانع گلزنی میاد شد. حسرتی که میاد یزدانی میخوره و توپی که به بیرون رفت. ببینید اینجا میاد یزدانی توپی که زد و با اختلاف دیگه خیلی میشه گفت میلیمتری وارد دروازه تیم فولاد نوین اهواز نشد، به دیرک خورد و توپ به بیرون رفت. این هم نمای زیبا از هوادار تیم داماش با بادکنک های آبی رنگ در ورزشگاه حضور دارن. ممنون از آقای حسین پور کارگردان خوب برنامه به تصاویر و نمای زیبا رو به کمک تصویرداری خوبمون برای شما به نمایش میذارن. این هم یه نمای دیگر از حضور هوادارهای تیم داماش. عرض کردم خدمت شما اینجا لیگ برتر نیست، لیگ دست دوم فوتبال کشور هست و این همه هواداری که به ورزشگاه اومدن و دارن تیم خودشون را تشویق میکنن. داماشی‌ها اگه یه گل دیگه به ثمر برسونن حاشیه امنیتی خوبی براشون خواهد شد. در بازی برگشت با خیالی راحت‌تر به خوزستان خواهند رفت. یه زمان خوبی را هم دارن، یک هفته میتونن روی نقاط قوت و ضعف تیم مقابل کار کنن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ فرصت هست برای داماشی‌ها و گل دوم اینجا گل دوم رو به ثمر میرسونه. میاد یزدانی کجا میره و دیگه از دید دوربینای ما هم خارج میشه. پیرن خودش هم در میاره. یه کارت زرد رو هم باید دریافت کنه میاد یزدانی. تازه داشتم عرض میکردم خدمت شما این هم هواداره تیم داماش گیلان که خوشحال هستن و سر از پا نمیشناسن. داشتم میگفتم خدمت شما که دو گل میتونه حاشیه امنیت خوبی برای داماشی ها باشه که این گونه هم شد و گل دوم رقم خورد برای داماش. این هم هواداره خونگرم داماش. حالا میاد تو زمین. یک کارت زرد هم دریافت میکنه از پیام حیدری. این هم فرشاد پیوس که خوشحال هست. نمای زیباتر از هوادارای تیم داماش. در دقیقه 62 این گل این گونه به ثمر رسید و چقدر هم زیبا توپی که فرستاده شد و میاد یزدانی دروازه تیم فولاد نوین اهواز رو باز کرد. نباید از کار خوب علیرضا امیرخانی هم عبور کنیم. پاسی که فرستاد و روی سر میاد یزدانی جفت و جور شد و گلی که به ثمر رسید. تعویض حالا برای تیم فولاد نوین اهواز. 40 امیر زلیکانی به زمین مسابقه میاد به جای محمد جایمند و از اون سمت هم کوشا بختیاری زاده وارد زمین میشه به جای ایوب راهبر. فرشاد پیوس قشنگ دست گذاشت روی نقطه ضعف تیم فولاد نوین اهواز توی عمق خط دفاعیشون و دو گل یک شکل رو در نیمه دوم به ثمر رسوندند. داماش گیلان 2 فولاد نوین اهواز 0. مرتضی کرمانی مقدم هم حالا میاد در کنار فرشاد پیوس کمک میکنه به کادر فنی و مربیگری این تیم و خودش هم از با تجربه های فوتبال کشورمون هست. فرشاد پیوس در نیمه مربیان تونست این نکته رو به بازیکن خودشون گوشزد کنه که نفوذ کنه تو عمق خط دفاعی تیم فولاد نوین اهواز و دو گل رو برای تیم خودش به ثمر برسونه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستند. فولاد نوین اهواز صاحب توپ میشه داخل
محوطه جریمه و توپی که میگم به بیرون رفته، اما داور همچین اعتقادی رو نداره. داور دوم این دیدار وحید سیفی توپ رو حالا در اختیار داره محمد مدملیسی داخل محوطه جریمه. فرصت هست، امیر علی دادی و توپی که برگشت میدن. حالا سید علی یحیی‌زاده توپ رو پاش جفت جور نشد، این بار توپ رو میفرستن و توپی که حالا میزنه دروازه‌بان میلاد جعفری. توپ رو هوا هست، علیرضا مصطفایی به دنبال توپ هست که موفق نیست از تیم داماش گیلان. توپ رو حالا در اختیار میگیرن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. یوسف کیشمس، دوباره داماشی ها صاحب توپ میشن. محمد سجاد قلی بیگی زننده اول تیم داماش در این دیدار. توپ رو حالا به راست میارن برای پژمان نجات. خود نجات توپ رو به چپ میبره، توپ نرسید به سعید طالبی و بازیکن تیم فولاد صاحب توپ هستن. فرید امیری در میانه میدان، باز هم بازیکن تیم فولاد نوین این بار به چپ میارن. امیر علی دادی داخل محوطه جریمه و باز هم کماکان توپ در منطقه خطر هست و توپی که حالا به بیرون میره. یه لحظه توپ رو زد امیر زلیکانی و توپ حالا به بیرون رفت. محمد مدملیسی میاد پرتاب رو انجام میده. خود مدملیسی اعلام خطا میشه روش. خطای میاد یزدانی گرفته میشه، زننده گل دوم تیم داماش در این دیدار. مهمترین غایب فولاد نوین توی این بازی امروز مهدی نوراللهی است، دروازه‌بان اصلی این تیم که در بازی آخر مرحله گروهی برابر فولاد هرمزگان دقیقه 2 بازی با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شده بود. بیشترین آمار کلین شیت رو هم همون دروازه‌بان داشت. یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین اهواز توپی رو میزنن، برگشت توپ از مدافعان تیم داماش گیلان. حالا از سمت چپ سعید طالبی، خود طالبی فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان مصطفایی. ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنن داماشی ها. فرصت هست و باز هم برگشت توپ از بازیکنان فولاد نوین. مصطفایی خود دیر به توپ ضربه زد. اینجا حالا آفساید هست اگه بله، داور پرچم خودش رو بالا برده. از این بالایی که ما بودیم قشنگ دیده میشد که توی آفساید هست. امیر علی دادی و کمک دوم این دیدار یعنی وحید سیفی بلافاصله پرچم خودش رو بالا برد. این هم چهره فرشاد پیوس هست، سرمربی تیم داماش گیلان. تا اینجای کار موفق بوده و باید گفت که نیمی از راه رو رفته برای صعود به لیگ دسته اول. میلاد پورقلی روی زمین میفته، از پزشک تیم میخوان که بیان و رسیدگی کنن به وضعیت دروازه‌بان تیم داماش. اینجا ضربی که زده شد، لحظات حساس بازی رو میبینید. توپایی که در نیمه اول زدن بازیکن‌های تیم فولاد نوین اهواز و بازیکن تیم داماش. این اون ضربی بود که میاد یزدانی زد و در اختیار گرفت دروازه‌بان جعفری. یه ضربی که آرام آرام بیرون رفت، بازیکن تیم فولاد نوین زدن و اینجا خطایی که انجام شد روی این صحنه خیلی بحث داریم. حالا میشه کارشناسان داوری بعدن روش نظر بدن که اصلا خطای مهاجم بود یا دروازه‌بان. با کارشناسان داوری که بین دو نیمه تلفنی صحبت کردم، بیشتر خطای دروازه‌بان رو به ما اعلام کردن و باید ببینیم که در برنامه‌های ورزشی شبکه باران، برنامه با ورزش، از کارشناسان داوری استفاده خواهند کرد همکارانمون و قطعاً به شما بینندگان عزیز و طرفداران تیم داماش نشون خواهند داد که اون صحنه چه اتفاق افتاده. صحنه گل رو هم میبینید که چقدر زیبا اینجا به ثمر میرسونه میاد یزدانی و گل اول رو هم که محمد سجاد قلی بیگی به ثمر رسوند. 2 گل یک شکل و زیبا برای داماش گیلان. پیام حیدری در سود خودش میدمه و بازی رو از سر خواهند گرفت داماشی ها.
ضربه که میزنه خیری. برگشت توپ از بازیکن تیم فولاد نوین. یحیی زاده، امیر علی دادی، دوباره یحیی زاده، این بار پژمان نجات رو صاحب توپ میکنه. پژمان به مصطفی در میانه میدان، مصطفی به چپ برای سعید طالبی. خود سعید طالبی، یک بار دیگه بازیکن تیم داماش مصطفی، فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و باز هم از این موقعیت نتونستن استفاده کنن. دوباره پژمان نجات صاحب توپ داخل محوطه جریمه، این بار توپ رو در اختیار میگیره میلاد جعفری. باز هم داماشی‌ها موقعیت خوبی داشتن، میتونستن خودشون رو 3 گله کنن و کلا خیال خودشون رو برای بازی برگشت راحت تر کنن، اما این اتفاق رخ نداد. تصویر آیسته رو ببینید، اینجا مصطفی زد، خود جامون میاد وگرنه میتونست گل سوم رو هم به ثمر برسونه. دوباره فولادی ها صاحب توپ هستن، از سمت راست سانتی که انجام میشه، برگشت توپ از بازیکنان داماش و خیری بود که این توپ رو برگشت داد و حالا توپ به بیرون رفت. بازی رو باید آغاز کنه میلاد پورقلی از داماش گیلان. توپ رو میذاره تا سیامک انجام بده این ضربه رو و بزنه به سمت زمین تیم فولاد نوین اهواز. فولاد در نیم ساعت پایانی بازی رو قطعا میاد بالا و باز بازی کنه و داماش رو میتونه برای رسیدن به گل سوم بازی هدایت کنه. حدود 17 دقیقه زمان به وقت قانونی این بازی در نیمه دوم باقی است و باید ببینیم در این دقایق چه اتفاقی رو خواهد داد. خیلی امیدواریم که در بازی برگشت هم مثل بازی امروز یه داور لیگ برتری استفاده کنه سازمان لیگ و به هر حال تجربه این داوران بیشتر هست و میتونن خیلی کمک کنن، حداقل شک و شبهه‌ای در داوری نداشته باشیم. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان به راست میارن، پژمان نجات صاحب توپ میشه در گوشه زمین، توپش رو به بیرون زدن و به خود پای پژمان نجات خورد و به بیرون رفت. توپی که محمد مدملیسی زد. یک بار دیگه از سمت چپ امیر علی دادی میاره پشت محوطه جریمه، خطرناک هست، توپ رو پاش جفت جور نشد، یه توپ دستش خورد و اعلام خطا شد. بلافاصله پیام حیدری اعلام خطا کرد. حالا از سمت چپ بازیکن تیم داماش رستمی رو به عقب، علیزا امیرخانی، دوباره بازیکن تیم فولاد نوین صاحب توپ میشن. یک بار دیگه فولادی ها و خطایی هم که گرفته شد، خطای بازیکن تیم فولاد نوین بود. باید از جایی که خطا انجام شده ضربه رو بزنه میلاد پورقلی. داور بهش اشاره میکنه از همون جایی که ضربه خطا انجام شده ضربه رو بزنه. میلاد میگه به سیامک که اجازه بده خودش این کار انجام بده. یک بار دیگه یحیی زاده برای نجات به راست میاره برای میاد یزدانی. خود میاد یه کنترل توپ زیبا از میاد یزدانی، کماکان توپ رو در اختیار داره. میاد میاره برای محمد رستمی، خود رستمی دوباره پژمان نجات رو صاحب توپ میکنه. رستمی 1 و 2 با خود رستمی. محمد سجاد قلی بیگی به چپ میبره. سعید طالبی 75مین دقیقه از این بازی رو پشت سر میذاریم. داماش گیلان 2 فولاد نوین اهواز 0 در بازی رفت پلی آف
لیگ دست دوم فوتبال باشگاه کشور. سعید طالبی از سمت چپ، خود طالبی در گوشه زمین توپ رو در اختیار داره، دو سه بازیکن از فولاد نوین رو کردن، توپی که میزنه برای مصطفی اما توپش نرسید. باز هم سفید پوشان فولاد نوین صاحب توپ. در میانه زمین فولادی ها باز هم صاحب توپ هستن. یه لحظه بازیکن سر میخوره و روی زمین میفته. علی اسلامیان بود و تعادل خودش از دست داد. خود اسلامیان حالا صاحب توپ هست و توپی که مستقیم به بیرون فرستاد. داماش یکی از تیم‌های خوب استان گیلان هست که طرفداران زیادی رو در فوتبال کشور داره و همگان منتظرن تا این تیم رو در لیگ برتر هم ببینن. آخرین شکست خانگی داماشی ها برمیگرده به 3 سال پیش در لیگ 1 مقابل تیم خوش طلایی ساوه. بعد اون دیگه در زمین خودشون یعنی شهر رشت شکستی رو نداشتن داماشی ها. حالا 2 تعویض رو همزمان میخواد حسن هوری انجام بده برای تیم خودش. محمد معاوی رو میبینم در کنار زمین با محمد رؤوف غلامی، دو بازیکنی که قراره برای تیم فولاد نوین به زمین بیان. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان. باز هم از سمت چپ میاد یزدانی، خود میاد و توپی که باز هم برگشت میدن مدافعان تیم فولاد نوین اهواز. چه موقعیت خوبی بود برای تیم داماش گیلان و میاد یزدانی موقعیت رو از دست داد. دوباره فولادی ها توپ رو در اختیار میگیرن. حالا توپ رو خودشون به بیرون میزنن تا تعویض انجام بشه. بله، تعویض انجام میشه. در نیمه دوم این دیدار قرار داریم و لحظات پایانی بازی در نیمه دوم هست و تعویض حالا باید انجام بشه، اما باز هم یه مشکلی هست تو این صحنه رو ببینید که میاد یزدانی از دست داد. تعویض انجام نمیشه فعلا چون مشکلی هست برای بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. حسن هوری میاد صحبت میکنه تا این مشکل حل کنه، بعد تعویض ها انجام بشه. این نظم خوبی که داماش در خط میانی خودش داره قطعاً و بدون شک مدیون تجربه بسیار بالای محمد رستمی است. در خط میانی اجازه کار را به حریفان نمیده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و توپی که بیرون میره. حسن هوری بلافاصله میخواست تعویض ها رو انجام بده. دیگه سمت راست فولادی ها رو اتوبان کردن رشتی ها و کلا از همون سمت حملات خودشون رو انجام میدن. این چهره حسن هوری است، بیشتر با موهای بسیار زیاد هوادار فوتبال حسن هوری رو میشناختن. حالا تعویض باید بشه. عرض کردم در سمت راست خودش مشکل دید حسن هوری و حالا داره 2 تعویض رو در همون سمت راست خودش انجام میده. باید ببینیم که کی توپ به بیرون خواهد رفت. جالب بود بازیکن فولاد خودش توپ رو دیگه به بیرون زد که تعویض بشه و بیاد بیرون. حالا مشکلی پیش اومد برای تیم. حالا باید این تعویض انجام بشه. 39 علی اسلامیان به بیرون میاد. 16 محمد معاوی جایگزینش میشه. و 11 امیر علیدادی محمد رؤوف غلامی جایگزینش میشه. یه تعویض اومد داماش میخواد انجام بده. سعید دلاور به زمین مسابقه میاد. سعیدی که در این تیم حضور داشت به دلیل سانحه آتش سوزی که براش پیش اومد و رفته بود نجات بده جان دختر بچه رو در آتش. خودش سوخت، مدت‌ها از فوتبال دور بود. حالا داره برای تیم داماش
وارد زمین میشه. سعید دلاور با شماره 3 و این آتش بازی که راه انداختن هواداری تیم داماش قبل از سوت پایان بازی دارن خوشحالی میکنن. 15 میاد یزدانی از بازی بیرون میاد. سعید دلاور جایگزینش میشه. نماهای زیبایی رو دیدیم که همکاران به نمایش گذاشتن از آتش بازی داماشی ها و جشنی که قبل از سوت پایان گرفتن. یک بار دیگه بازیکنان فولاد نوین اهواز صاحب توپ هستند. این بار بازیکن تیم داماش میان توپ رو میزنن و باز هم برگشت توپ. دوباره با ضربه سر داماش ها توپ رو دور میکنن، میدازن جایی که بازیکنان فولاد نوین حضور دارن. کوشا بختیاری زاده به چپ میاره توپ رو، اجازه کار رو نمیدن مدافعان تیم داماش به بازیکنان تیم فولاد نوین اهواز. فرشاد پیوس رو میبینید، سرمربی تیم داماش در کنار آقای کرمانی مقدم. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن و توپی که حالا به بیرون میره. پرتاب رو بازیکن تیم فولاد نوین انجام میدن. یک بار دیگه با ضربه سر توپ رو به بیرون میسپارن بازیکن تیم داماش و بازیکن تیم فولاد نوین باید ضربه رو بزنن، پرتاب رو انجام بدن. دقایق پایانی نیمه دوم بیشتر حمله میکنن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز و دنبال زدن یک گل در رشت هستن، اما تا به الان که اجازه کار رو ندادن مدافعان تیم داماش به بازیکن تیم فولاد نوین و توپی که حالا به بیرون میره. پرتاب رو بازیکن داماش انجام خواهند داد. علیرضا امیرخانی میره تا پرتاب رو انجام بده، خودش روی زمین نشسته، توپ رو هم در اختیار داره تا این پرتاب رو انجام بده. منتظر سوت داور هست. دروازه‌بان تیم داماش روی زمین افتاده و باز هم درخواست میکنن تا از کادر پزشکی به زمین بیان و به وضعیت میلاد پرقلی رسیدگی کنن. این هم نمایی زیبا از هواداران تیم داماش. حالا یه تعویض هم برای تیم داماش داره انجام میشه. رضا زاهد تبار وارد بازی میشه و زننده گل اول این دیدار یعنی محمد سجاد قلیبگی از زمین بازی باید بیرون بیاد. هر دو گلزن خودش رو فرشاد پیوس به بیرون کشیده و قطعا میخواد نگه داره این دو بازیکن رو برای بازی برگشت، بعد توانی این دو بازیکن برای بازی برگشت استفاده کنه. 85مین دقیقه از این دیدار. داماش گیلان 2 فولاد نوین اهواز 0. بازی رفت تا اینجای کار به نفع داماشی ها رقم خورده و باید ببینیم در بازی برگشت چه اتفاقی رو خواهد داد. یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین توپی که به بیرون میزنن. دوباره پرتاب برای فولاد نوین اهواز. مهرداد پور ابوالقاسم میاد این کار رو انجام بده. بازیکن تیم داماش برمیگردونن. یک بار دیگه رو به عقب فولاد نوینی ها صاحب توپ. باز هم پژمان نجات میاد تا صاحب توپ بشه، در کنارش
علیرضا امیرخانی حضور داره. توپ رو حالا میزنه بازیکن تیم داماش، میتونه یه ضد حمله شکل بگیره که این اتفاق رخ نمیده و یه لحظه توپ زیر پای سید علی یحیی زاده و اعلام خطا میشه. باید یک کارت زرد رو بده داور به بازیکن تیم فولاد نوین اهواز که این کار رو انجام میده. کوشا بختیاری زاده است که کارت زرد رو گرفت. ببینید اجازه کار رو اینجا نداد به سید علی یحیی زاده و کارت زرد رو از داور میگیره. و بازی برگشت هم هوای گرم و هم تیم فولاد دو حریف اصلی داماشیا هستن و البته حواشی احتمالی که باید پیش بینی اون بشه از الان برای تیم داماش تا شاید اتفاقات خوب و خوش برای داماش باشیم. این میلاد پورقلی است که توپ رو به بیرون زد، تا پشت محوطه جریمه بیرون اومد و توپ رو به بیرون زد میلاد پورقلی. پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. توپ به بیرون رفته، قبلش بازیکن تیم داماش به توپ ضربه زدن. حالا پرتاب رو انجام خواهد داد فرید امیری. فرید میفرسته توپ رو داخل محوطه جریمه. یه شوت از پشت محوطه جریمه که کوشا بختیاری زاده میزنه و توپ با اختلاف بسیار زیاد از بالای دروازه داماش به بیرون میره. داماش با کسب 51 امتیاز از 78 امتیاز ممکن در دور گروهی به پلی آف لیگ دست اول راه پیدا کرده و عرض کردم داماش 32 بازی هست که تو خونه خودش نباخته و قدرتمندترین خط دفاعی رو هم داماش از آن خودش کرده. 15 کلین شیت رو داشتن داماشی ها در امسال در لیگ دسته دوم و 11 گل خورده از 26 بازی. پیام حیدری میاد در کنار زمین و با کامان که خودش صحبت میکنه. با درابال بازی رو میخواد شروع کنه پیام حیدری. البته به سعید طالبی اشاره میکنه که توپ رو در اختیارت میذارم خودت شروع کن، که سعید هم توپ رو به بیرون میزنه. پرتاب رو بازیکن تیم فولاد نوین انجام میدن و باز هم در زمین تیم داماش میلاد پورقلی که توپ رو جمع میکنه. یه تعویض دیگه برای داماش انجام خواهد شد. پویا عزیزپور به زمین مسابقه میاد. در کنار زمین با فرشاد پیوز صحبت میکنه پویا. یک بار دیگه بازیکن تیم فولاد نوین اهواز داخل زمین داماشی ها میشن که مدافعان تیم داماش توپ رو دور میکنن هر جوری که هست. حالا باز هم خیری کمی عقب‌تر توپ رو میزنه. محمد رؤوف غلامی صاحب توپ میشه، خود غلامی دوباره به چپ. فرصت هست برای بازیکن تیم فولاد نوین اهواز. اشتباهی کرد بازیکن تیم داماش. 90 دقیقه تمام هست، 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته میشه و 5 دقیقه فرصت دارن دو تیم تا ببینیم در پایان چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد. حالا توپ به بیرون میره و تعویض باید انجام بشه. خود سعید طالبی روی زمین افتاده و چهرش رو دارید میبینید، بلند میشه که از زمین بیاد بیرون و پویا عزیزپور جایگزین این بازیکن بشه. بازوبند کاپیتانی هم میده تا
بسپارم به سیامک علیزاده. از گروه دوم لیگ دست دوم فوتبال کشور نفت و گاز گچساران با 57 امتیاز به لیگ دست اول صعود کرد و تیم داماش با 51 امتیاز به پلی آف اومد. شاهدای رزگان البرز، شهرداری نوشهر و شهرداری ماهشهر دیگر تیم هایی بودن که در تعقیب تیم داماش بودن که نتونستن امتیاز لازم رو بگیرن و تیم سوم این گروه یعنی شهدای رزگان البرز با 49 امتیاز تیم سوم شد و داماش که با 51 امتیاز به پلی آف اومد. پرتاب رو داماشی ها انجام میدن. پژمان نجات این کار رو انجام میده. خود نجات دوباره صاحب توپ هست، یه لحظه توپ رو میگیرن بازیکن تیم فولاد نوین، میان از همون سمت حمله رو تدارک بیارن که توپ به بیرون رفت. پرتاب دوباره برای داماش و باز هم پژمان نجات. بازیکن تیم داماش گیلان کماکان صاحب توپ هستن. این بار فولادی ها صاحب توپ میشن. به چپ میارن توپ رو. باز هم فولادی ها حالا از سمت چپ میان حمله رو تدارک ببینن. یاره شماره 16 محمد معاوی هست که توپ به بیرون میره و چقدر خوشحال هستن دو بازیکن تیم داماش، سیامک علیزاده و خیری، که این توپ رو به نفع خودشون گرفتن و حالا پرتابی که انجام شد محمد رستمی یه لحظه به توپ نرسید. پژمان نجاته که صاحب توپ هست، توپ رو میسپاره برای رضا زاهد سوار. دوباره توپ میرسه به بازیکن داماش یا که خیر نه اینگونه نیست و مدافعان تیم فولاد نوین اهواز توپ رو برگشت میدن. لحظات پایانی این دیدار رو برای شما گزارش میکنیم. تیم داماش گیلان 2-0 در بازی رفت پیش هست. اعلام آفساید هم میشه. این هم چهره کمک داور اول این دیدار فرهاد پور هست. یه 90 دقیقه بازی باید انجام بشه بین دو تیم داماش گیلان و فولاد نوین اهواز تا تیم نهایی صعود کننده به رقابت‌های لیگ دسته اول مشخص بشه. اعلام خطا میشه در منطقه خوب برای تیم فولاد نوین اهواز. در گروه اول این رقابت‌ها که تیم سپیدرود رشت و پانیک تالش هم حضور داشتن، تیم مس سنگون ورزقان با 54 امتیاز به لیگ دسته اول اومد و همین تیم فولاد نوین اهواز با 49 امتیاز تیم دوم اون جدول شد. یوسف کیشمس پشت توپ قرار گرفته، خودش ضربه‌شو میزنه، با برخورد به مدافعان تیم داماش توپ برگشت پیدا میکنه. یه لحظه پویا عزیزپور احساس درد هم میکنه بعد از توپی که به کمرش برخورد کرد. حالا روی زمین میفته تا به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه. این چهره پویا عزیزپور هست که در نیمه دوم به زمین مسابقه اومد. داور میاد بالا سرش، ازش میخواد که بلند شه و بازی ادامه بده. بازی رو از سر خواهد گرفت میلاد پورقلی برای داماش گیلان. خود میلاد فرشاد پیوس هم صحبت میکنه باهاش، نکاتی رو بهش گوشزد میکنه. حالا میزنه توپ رو. یه لحظه یحیی بلند شد اما به توپ نرسید و توپ به بیرون رفت. پرتاب رو پژمان نجات انجام میده برای تیم داماش گیلان. 5 دقیقه نیمه دوم وقت اضافی گرفته شده تمام شده اینجا و باید ببینیم داور کی در سود خودش خواهد دمید.
به نشانه پایان بازی به داور به ساعت خودش هم نگاهی میندازه. بازیکن تیم فولاد نوین اهواز ضربه رو خواهند زد. ضربه‌ای که زده میشه تو زمین تیم داماش اعلام خطا میشه. باز هم یه بازیکن داماش روی زمین میفته و خطایی که گرفته میشه. ای کاش این بازی برگشت بود و چقدر زیبا میشد جشن صعود گرفتن با حضور 15,000 هوادار تیم رشتی در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت. به دقایق پایانی بازی نزدیک شدیم و باز هم شاهد بارش باران در ورزشگاه، دوباره شدت بارش در ورزشگاه رو داریم و بارانی که دوباره شروع به باریدن کرده. حسن هوری میاد دست میده با فرشاد پیوس، هنوز سوت پایان رو نزده آقای پیام حیدری که حالا این کار رو انجام میده. برتری 2-0 تیم داماش گیلان در خانه مقابل تیم فولاد نوین اهواز و پایان این دیدار. یه 90 دقیقه دیگه زمان باقی است تا تکلیف تیم صعود کننده به لیگ دسته اول مشخص بشه. از حضور شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. امیدواریم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدار شما.